شمعی‌گل امرالله‌زاده 32 سال دارد. او در رسته پایافزالدوزان شهری بختر یگانه زن میباشد که به این کار مشغول است. قهرمان ما در کشانیان ناحیه نزدیک به مرکز ولایت ختلان زندگی میکند. کسب پایافزالدوزی را باشد هنوز در صنف 4 خواندنش آموخته است، چون این کسب را دوست می داشته است. کسب همسایه یاد گرفتم. رفتم همسایه رو گفتم که من دراش اینو وای کردم، اومدم میخ کنم، میخ قطیم یک آهن برا قطیم میخ گرفتم، میخ دراش روز کردم. همونه انبر قطی پوکشیده وای کردم دوختم. هرچند قهرمان ما این کسب را آموخته بود، اما تا از شوهر جدا شدن یگان پایافزال میدوخت. اساساً رفیده‌دوزی، قراق‌دوزی و کرپه‌دوزی میکرد و درآمدهای از این حساب به دست آورده‌اش را برای روزگار خرج میکرد. خانگی‌ها ریزا نبودن، خیلی میوه فروشیده بودم، خانگی‌ها چی نمی‌کردن. میوه را سر زد، 2,500 سوختم، یه جا میدن. ریزا نبودن، همه مرده که تو زنک میرایی، نمی‌جگر نداره. دخت یک پایافزال 10 سامانی است و قهرمان ما کوشش میکند که از این حساب خود و فرزندانش را تأمین سازد. شمعی‌گل امرالله‌زاده 3 پسر دارد که کلانی 6، میانی 4 و خردی 2 سال دارند. او از سبب آنه که برای بردن فرزندان جای نداشت، پس از شوهر جدا شدن تنها پسر کلانیش را به خود به خانه پدر میبرد. پسران خردیش همراه پدر هستند، ولی او میخواهد آنها را به نزد خود بیارد. کسب خود بیار. یا شیشم دختم این اقوام یردن میکنن دراش کنه کلی نرسد بکنه یردن میکنن. سالهای آخر پاشخوری عائله ها در جمهوری زیاد شده است. قهرمان ما باشد نوابسته از مشکلی های زندگی مهنت را پیشه خود کرده به آینده نیک امید میبندد.